سه معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از مقام‌های خود آزاد و به جای‌های آنها افراد دیگر تعیین شدند. این تغییرات با قرار حکومت تاجیکستان روز 26 سپتامبر صورت گرفته است. بنا به خبر دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، اکرم امانوف با سبب به نفقه برآمدن، سهراب پنایف و فرهاد واحدوف با سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام معاونان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آزاد شدند. با قرارهای دیگری حکومت به جای آنها زبیدالله علیخانوف، نصرت الله میرزایف و علیشیر میرزانباتوف تعیین گردیدند. همچنین با قرارهای حکومت تاجیکستان جمعه خان غیاسف از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی آزاد گردیده به جای او امیربک بگنظرف آمده است. تغییرات کادری اینچنین در ریاست‌ها و واحدهای ساختاری کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوغد و شهر دوشنبه نیز عملی گردید، گفتند در دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان. در دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفتند که تغییرات کادری اینچنین در ریاست‌ها و واحدهای ساختاری کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوغد و شهر دوشنبه نیز عملی گردید.